به نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما دوستای نازنین. بینندگان عزیز، خوشحالم که یک روزی دیگر فرا رسید که در خدمت شما از کانال هراتبورگ باشم. دوستای نازنین، طوری که شما مشاهده میکنیم ما ساعت 5 صبح داخل کوه اوبی هستیم. اینجا شما نگاه کنید که ما تقریبا شاید که امکان داره 5 کیلومتر بیشترتر یک کوه ارتفاع داره که ما آمدیم اینجا تصویر برداری میکنیم که بسیار جای جالبیه، بسیار جای دیدنیه. غیر از الله پاک با بالا سر دیگه هیچ کسی اینجا نیه. ساعت هم 5 صبح که محمد نماز خوندیم و آمدیم اینجا. به خاطر شما، به خاطر خواهشات شما، به خاطر پیشنهاد شما ما برنامه جالبتر میکنیم. جای دیدنی داره که ما میخوایم به تصویر بکشیم. یک کوه هست که تقریبا شاید که 15-20 دقیقه دیگه 20 دقیقه دیگه که ما بالاشیم انو بابا کوه دیگه میرسیم که یک سره خود آقای سادات هی روانیم به طرف از این کوه میریم. اینجا قشلاقای اینجا غریای جدایی انا انشاءالله به تصویر میکشیم که جای جالب و دیدنی شما مشاهده کنیم، لذت کافی از این برنامه ببریم. سابسکرایب تو لایک و شیر آیا شما نره همون زنگولای که بگردن می گوسپندای به می دشت و کو انا اینجا جایه که فقط امروز زنگولگه که شما فشار بدین تمام ویدیو رو مشاهده کنیم. همراه ما باشیم دوستای نازنین که میریم کمک دگم روبم کوه بالا میشیم. یک کوه آمدن که تقریبا چند دقیقه ای بالا میشیم یک سره. همراه ما باشیم، به خیر و عزت باشیم. دوستای نازنین، خدا کنه که تا به این لحظه برنامه باغ سبز برای شما خسته کن نبوده باشه. همیته که مشاهده میکنین دیگه ما همیته فقط همیته اگر پنجی خور یک شخصی پیدا شو بجون ما بزنم ملاق زده رو به پی میری مردین فرما. خدا نکنه. از اوری که همین کوه ارتفاع داره. در کنار ما یک برادری هستم که نام شریف خور برای شما میگم و سعی کنین که وظیفه از اینا چیه، به این منطقه چه کار میکنم. لالا جان سلام دارم خدمت شما. سلام لالا جان، خوبیم؟ بخیر، سعادتمندیم، زنده باشیم. صبح شما بخیر. عاقبت شما بخیر، سعادتمندیم، زنده باشیم، جور باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، محمد شاه هستم.
یک تن از باشنده های ولسوالی اوبی ولایت هرات. ماشاءالله ماشاءالله، نام خدا زنده باشین. گپ بزنین که چی مصرفیت داریم؟ ما دیگه معلمیم، وظیفه معلمی دارم. بسیار خوب. بعد هم در پهلوی معلمی به کار دیگرانی اینا مصرفیم. خب بسیار خوب. به داخل امی قریه ایم یا به داخل شهر بازار اوبه؟ به داخل همین منطقه بسیار. ما لیسته داریم. بسیار خوب بسیار خوب. خب گپ بزنین که معاشا شما اشتنه؟ معاشا الحمدلله خوبه دیگه، معاش خوب میده واقعیت. ما خوشحالیم، شکر خداوند پاکم. و معاش قبلی ما واقعیت داده میشه برج به برج. بسیار خوب. معاش معلم صاحبا قدیم که بود کوپین هم داشتم، حال هم رسم و رواج کوپین هسته؟ متاسفانه این رسم و رواج نیه. تا بعد نویدای داده با شده تا عملی نشده. بسیار خوب، تشکر از شما دوستای نازنین. برنامه ادامه دارم، میریم چند جا دیگه هم میریم که ببینیم که جوانا برادرها مسفیدا چه کار میکنم. چند تا چپونی هم اینجا هسته که انشالله صحبتای از اینا رو میشنویم. اینجا سردی از اینجا همینه که اول که رود رود پل پشتو که شما مشاهده میکنیم، یعنی همین قسمت چیزی نه آخرین که حد شمال این کوه هسته. بعد شمال فعلا ما به جنوب همین رود رود هستیم که اینجا از که سرسبز و شیلی و گندم و درخت و بالاخره میوجات دیگه. انمو سردی از این منطقه فقط علت همینه. همراه ما باشیم دوستای نازنین، برنامه ادامه داره، چند جا دیگه هم میریم. واقعا جای سرسبزی. ما قریر که مشاهده میکنیم اینجا فقط خوناب مثل یک قوطی کبریتی معلوم میشه. جوا باغ که اصلا معلوم نمیشه. معلومه که هم سرسبزی هسته. باز همی کوه ارتفاع داره، شاید دیگه یک 20-25 دقیقه دیگه که بخیر بریم ما میرسیم با آخر کوه. دوستای نازنین واقعا جای زیباییه، جای دیدنیه، جای جالبیه. ما افسوس که نمیفهمیم قدر از این نعمته که هرات ما و شما اشته زیبایه، اشته جای لکسی داره. همراه ما باشیم دوستای نازنین. برنامه باغ سبز سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم، همون زنگولگه کرم فشار بدین. تمام ویدیوها و گزارش‌ها و برنامه باغ سبز شما میتونیم مشاهده کنیم. همراه ما باشیم که یک چند دقیقه دیگه هم میریم که ما سعی کنیم اگر اینجا بتونیم پیدا کنیم خونه پلاس یک چپونی که معلوم میشه 1.5 ساعت دیگه که ما بریم همون چپونی میتونه معلوم میشه که ما شاید برسیم بزی چپون که سعی کنیم این چپون اینجا چی میخوره، چه کار میکنه، شب هم اینجا زندگی میکنه. در ضمن دوستای نازنین ایتا باور کنین که ما دمی که
بالا میشیم به این منطقه به این کوه ایتا قبول کنیم جای که بعد به دور خود پتو بگیریم. ما که کورتی نپوشیدیم اطلاعی نداشتیم که یک ذره سرده، اینقدر اینجا سرده که بی اندازه سرده. همراه ما باشیم. دوستای نازنین، خدا کنه که از این برنامه لذت کافی را برده باشیم. طوری که به شما گفتم فقط 2 ساعت میشه که ما فقط به دنبال این چپونا و این رمه داخل از این کوه هستیم و که تا اینا رو پیدا کردیم، چون واقعا ما کمک دورتر رفته بودیم، اینا از ما فاصله داشتن. در کنار ما یک برادری هستن که اینا همین مصروفیت همین چپونی به دوش از اینا. لالا جان سلام به خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله زنده باشین. اسم شریف شما؟ وکیل احمد. خب وکیل احمد جانی گوسپندار که شما نه یا چپونه؟ نه چپونه. خب اینا ایشتن برج چنده به شما میدن؟ اینا برج 6000 میدم. 6000. بله. خب 24 ساعته ایم یا نه تنها روزیم؟ نه تنها روزیم. صبح ساعت 6 بجه بدر میکنیم تا شام. تا چند بجه شام؟ تا بعد از اذان شام ساعت 7 و اینا 8. خب شما یک چوبی دبل چیزی داره مثلا یک چوب ضعیفیه زد خدای نکرده میجگاه یک گرگ شغال دیگه چیزی آمد چه کار میکنه؟ دیگه خدا نصیب برکن نکنه که باز نصیب کرد دیگه چیکار کنیم؟ چی کو هست به فعلا. خب او ایوانی که به دنبال رمای او به حساب میتونه گرگار رم بدم؟ میترسم گرگ از او؟ بله. خب بسیار خوب. خب انال همینجا ایر بگیم شما که همین نون چه کار میکنه؟ همین چاشت خور حالا 6 تا صبح شما بیامدیم شاید صبحانه رو بخورده باشیم، همین نون چاشت چه کار میکنه؟ نون چاشت نون میاریم از خونه، نون میاریم دیگه، هر چیزی خوراکی اینا میاریم، با چای هم جوش میدیم چاشت. خب سر او میبریم به چشمه اونا رو میدیم، باز نون هم میخوریم. خب کتری پیاله شما کجایه؟ کتری پیاله ما تبریمانه. امیر بیننده خوش دارم چون برنامه ما از کشورهای خارج بیشتر بیننده داره. امیر شما یک لطفی بکنیم وا کنیم دیگه داخل از چیه هیچی ما نمیخورم، دلجان باشیم که زنده باشیم. کتری ما فعلا همینجا سر چشمه که هستیم، ما چاش به چاش میریم اونجی. کتری با نیاد اونجا قایم کردم. بسیار خوب. قایم میکنی خود زد یک دم گم شد؟ گم نمیشه انشالله. گم نمیشه اگه یکی هم ور داره، چون شما هم همکاریم رفیقیم، درسته؟ بله. دوستای نازنین واقعا همین غذایی که اینا اگر نون خشک بخورم برابر همین گوشت بره به پیش از اینا ارزش داره و فایده داره، چون اینا زحمت میکشم. اینا صبح به صبح خود از این لالا نگاه کنیم شما که وزن از اینا خیلی کمه، به خاطر که همیشه اینا به می کوه تردد میکنم بالا میشم، چربی دیگه اینجا به پیش از اینا گفتن همون مسلمون آرتن نمیده. خب ماشاءالله. خب اینا انال همین شیشه چی داره؟ شیشه او داره. اینا که سعی کنیم دوستای نازنین ای به چند مدل دختره و بالاخره چرا بابا به دور ازی همین چیز دادیم، لتر دادیم؟ خاطر که وار یخ نگاه داره. خب اینجا کبرا رو مکان ما دیگ میلرزم با او یخ برای چی مایی؟ با چاشت گرم میشه، هوا گرم میشه. هر چی که گرم بشه خب داخل همی سایه که شما هستیم بازم خونو کنیه. بله. خب بس ای او داره. بله. از منطقه میاریم یا ازم کریز او میکنیم؟
روز صبح از منطقه میکنیم پیشین باز از کرید اونا. خب گرماس هم داریم؟ گرماس نه. با ویلا کاش که گرماس میآوردین کمی خود خوب. نه تنها نونه. اینو نون اینک پیاله ها. چاشت رفقام گرماس میارم اینجی. خب بلکن با نصیب باشه. این پیاله. بله. خب چرا پیاله رو قایم نکردیم؟ پیاله به خاطر پیاله قایم نکردم اینطور. بسیار خوب. خاطر پیاله و کتری خودی هم رفیقم. بله. بعدم اینجا گندونی هم که بیا از این پلاستیک کیسی شما نه درسته؟ بله. خب بسیار خوب. امی گپ بزنین که برارمه به دنبال رمه چی خوندنا میکنین؟ چهار بیتی میخونیم یا مو مگه گله چرونم گله را همیشو بوزو بره را به خاطر یار نباشه کی میچرونم رمه را. یک آهنگ برای بیننده بخونیم. ما آهنگ یاد ندارم. چهار بیتی بخونیم. یاد ندارم. اینجا یک رفیقی داریم چاشت که میریم اینجا ما خوندن میکنه. چهار بیتی یاد داره. خب یکی از همه یاد نگرفتیم؟ نه. بسیار خوب. از این گوسپندا اگر مثلا یک دم اینا جوجه کنم برای شما میتونه چپونی میدم؟ بله اشتو نمیدم. سال چند دونه میدم اشتنه؟ اینا سالانه میتونه ما نمیچرانیم. خب یعنی ایتا به شما بخشیشی نمیدم؟ بخشیشی هم دیگه معلوم نیست که تا با حالی که چیکار کنم بدم ندم. خب چند سالی کسب دارین؟ تباری که ما از قدیم از این پیر به خود دیشتیم حالی هم فیلان یک چند روز میشه یک 6 روز میشه مزدور شدیم برادر. آها درس هم بخوندیم؟ بله ها. بسیار خوب. تا صنف چند؟ درس تا به صنف 6 بخوندیم که میرفتیم صنف 7 ما ناکام کردم. ما چرا ناکام کردم؟ همیته ناکام کردم دیگه نرسیدیم ما نرفتیم معلمان ناکام کردم. بسیار خوب بسیار خوب. از زندگی راضی هستیم؟ بله ها شکر. خب الهی شکر. دوستان نازنین صحبت‌های برادر ما شنیدیم. تشکر از اینا. خیر ببینن که وقت خود به اختیار ما گذاشتم. برادر ممی کمکی کو خشکه گوسپندا شما سیر میشه؟ بله ها سر میشه. می علفا اینا میخوره. می علفا خشک اینا میخوره. سر میشه. یک دم اعصاب شما صاحب کار شما نمیبینه. اعصاب شما خراب شده باشه که به می بزاده باشیم به کل به وقت سر گوسپند دیدیم یک دم به لنگک شو. نه تو نزدیم. خب بگیریم یک امتحان میکنیم سکن گوسپند چی میگه؟ نمیخوره. خب دوستای نازنین خدا کنه که این برنامه امروز برای شما لذت بخش بوده باشه. دوستای نازنین ناگزیر این که با شما خداحافظی کنیم. این تپگاه که میبینیم باز هم هنوز ما داخل کوهاییم که اینجا فقط غیر از پیاده دیگه هیچی به وسیله چیزی آماده نمیشه. دوستای نازنین برنامه زیبای باغ سبز دیدیم. خدا کنه لذت کافی برده باشیم دیگه تا به فردا شب که باز میریم به کدو غریه و به کدو کریز به کدو قشلاق. شما به الله پاک میسپاریم. دوستای نازنین بازم تکرار میکنم کانال هرات برگ در خدمت شما هستیم. ما فراموش نکنیم سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. شما اگر منطقه ببینیم به تصویر انشالله بدیدیم. دوستای نازنین تقریبا ما 1.5 ساعت میشه فکس 1.5 ساعت شده که ما به این مسیر رسیدیم. یعنی تپه خلی آخریه دیگه. به منجی با شما خداحافظی میکنیم و برنامه رو انشالله به پایان میرسونیم تا به فردا شب. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.